پیر هرات چشم از جهان فرو بست. پیکر او را در دشتی آرام در حومه شهر در منطقه گازرگاه به خاک سپردند. اما داستان جاودانگی او و تحول نهایی شهر هرات تازه آغاز شده بود. امپراتوری‌های بزرگ می آیند و می روند. غزنویانی که او در زمانشان بالید به تاریخ پیوستند. سلجوقیانی که با او به مباحثه پرداختند در گرد و غبار زمان گم شدند. حتی تیموریان قدرتمندی که بعدها آمدند تا آرامگاهش را با طلا و کاشی بپوشانند خودشان به خاطر پیوستند. اما امپراتوری معنوی که خواجه عبدالله انصاری با کلماتش بنا کرده بود هر روز بزرگتر و قدرتمندتر شد. آن قبر ساده به تدریج تبدیل شد به قلب تپنده یک شهر بزرگ. پادشاهان برای کسب مشروعیت به زیارتش می آمدند و هنرمندان برای الهام گرفتن. آن آرامگاه نماد پیروزی نهایی یک ایده بر تمام شمشیرهای تاریخ شد. چرا؟ چون او به مردمش چیزی داد که هیچ پادشاهی نمی توانست بدهد. یک هویت معنوی. او به هرات روح بخشید. او کاری کرد که این شهر نه با نام فاتحانش بلکه با نام پیرش در تاریخ شناخته شود. داستان خواجه عبدالله انصاری داستان یک ساختمان یا یک کتاب نیست. داستان یک فرکانس است. فرکانس صدایی که 1000 سال پیش از قلب یک مرد برخاست و هنوز هم در دل میلیون‌ها انسانی که با کلمات او با خدای خود حرف میزنند پژواک دارد.